ما برگشتیم و افیر شنونده بسیار عزیز و ارجمند. امیدوارم که صحبت جالب خواهد بود با ولی جان عزیز فوزخوان بسیار خوبی ما. و خب ولی جان، ما از این سرود شروع کردیم تو با استودیو ورود شوی شما. خب رشتی نام دارد. این برای چه خیلی پیدا شدیم؟ برای رشت این منطقه تاجیکستان. بله. از اونجا تویها کم بودن که سرود اجرا کرده یا مقصد از اون است که ما یه وقت معرکه رفتیم همونجا خودی رشت بعد از توی چون همیشگی مهمانداری با عزت به جا آوردن است اونجا. بعد اونجا مخلصا زیاد ناراضگی بیان کردن که برای شما از همه منطقه شما سرود دارید و منطقه رشت ندارید. و شما این اجرا کردید؟ بله ما اجرا. ببینید همین چیز یک اندازه جدا کردن منطقه ها نیست؟ برای مثال اگر من از مرغاب باشم البته خفه میشم. برای چی اکنون من باید در وصف مرغاب سرود نباشد؟ البته که ایجادات من پر از منطقه ها که زیاد سرود ها هست، از زرافشان و بدخشان و ختلان و از همین منطقه ها که سرود ها بسیار دارن. از همین خاطر شاید برای بیان نیست همین چیز شاید علم کرده باشد. خب من میدونم که بعضی سرندار حتی بعضی ها سپاریش میدن یا شاید خواهش میکنن که مثلا نامی کدام یک دختر رو هم در سرود ها بگیرن. این گونه خواهش ها شما میشه؟ زیاد میشود. بله. و شما اگه اجرا کردین؟ اجرا کردن ترانه ادیبجان. ادیبجان تو مسئولی یعنی ترانه ادیبجان مادرش ادیبجان که خودش یعنی به قتل رسونده بود از یعنی عشق ناکام از پشت عشق ناکام خودش به قتل رسونید، خودکشی کرد. از همین خاطر مادرش خیلی زیاد به من خواهش کردن و خدا رحمت کنن مادرش هم خش شد روان گذاشتن اون قسم. در این ماشین به اون کس نقل کردن. من چخیل شد، حالت چخیل بود. از همون نقل همون مادر من شعر و آهنگ در سری رولی ماشین نوشتین، یعنی در سری چنبرک نوشتم. متنم خودتون نوشتین؟ بله. ولی بایتون هست یک پارچه‌اش اگر برای ما اجرا کنین یادتون هست؟ بله. بیایید گوش میکنیم. با یاد تویم تو کی بیایی هر جا کی روم خیالیم خیالی بر تو چی کم بود که کردی خطایی بر جان عزیز خویش نمودی جفایی ادیبجانی من رفتی از جهانی من یادی تو باشد بسر نامی تو در زبانی من. بعد نه خانم دیگه متنای سروداتون هم خودتون ما و دخترم میشناختم. ما در فاکولته صنعت میخوندیم در همسایگی، یعنی کارخانه سود بود. او دختر همونجا کار میکرد. خب او دختر یگان کمبودی نداشت، از همه چی دارا بود، ماشین داشت. یعنی ما میدیدیم هوس میکردیم، دختری بسیار زیبا بود. یگان احتیاج به یگان چیزی نداشت. فهمیدیم که خودکشی کرده است. و بعد از یک چند سال مادرش اومدن به خاطری من آوردن که فلان دختری من از همین خاطری عشق ناکام خودش خودکشی کرد. خب یعنی شما متن‌های دیگر هم برای سرودهای خودتون نوشتین یا نه؟ بله. و من خیلی میره قبول میکنید. بعضا شاعرها میبینیم که در فیسبوک هم در هر کجا هم ایراد میگیرن مینویسن و ولی کسی به شما یگون چی نگفته است؟ نه گپتون توغری است، قبول است. ما هنگامی که ایجاد میکنیم همون دلنگی متن خودمون رو مینویسیم با آهنگی که وای تولید مییابد. البته اینا برده به شاعرها نشان میدهیم آیا کم و کاسته وای رو یعنی از جهت ادبیات و از جهت منطق یعنی توغری میکنن
اجازت میدهند بعد ما میخونیم. بعد میخونیم. این خیلی نه که فقط خود ما نویسیم بریم خود ما از پیش خود خونیم. خیلی نیست. بله. خب شنونده عزیز، شما امکان دارید که زنگ بزنید یا بنویسید در تلگرام 88 42 0107 این رقم تلفنی ما است و همچنین رقم درستش تلگرامی ما و رقم تلفن 44 6 107 107 است. سلام علیکم. سلام. علیکم. هستم مخلص یحیی ولی جون عزیزم. خب چه سوال داشته؟ بس استان دارم و خصوصا که کنسرت نشد و در این سال 2025 با ترانه میشه دیوات میآید یا نه؟ تشکر. سلامت باشین. تشکر برای بسیار سوالای با مورد. کنسرت خوجام با خدا خواهد 2026 با ترانه های نو و البته ما در ترانه موزیک اواردز اشتراک میکنیم همراه همکسبمون. بهترین. در مورد سرود تاجیک هم نوشتن اینجا شنونده ما، نوشتن که چه خیلی پیدا شد، ایده کی بود و اینکه چی قصه دارد این تولید این سرود؟ سرود من تاجیکم. سرود تاجیکم، ترانه تاجیکم ما همراه در برنامه مبارز عثمانوف همراه جانی بیک، اکاسی روجیدین، فاروق، بعد خودی مبارز، خب کلا هنرمندا همکسبا همونجا بعد از برنامه مبارز ما با خلاصه آمدیم و این ایده جانی بیک بود. البته جانی بیک گفت که بتون یک ترانه میکنیم درباره تاجیکم. همگی راضی شدیم و این ترانه تولید شد. احسان متن رو نوشت و آهنگ احسان اعظمیان متن نوشتن و آهنگ از دوران رحمتزاده. خب و شنونده که نوکک تلفنی تماس گرفت و سوال خود رو پیشنهاد کرد در مورد همون دویت یک جای شما با زلیخا گفت که چی تاریخچه پیدایش دارد و در این باره شما نقل کنین. راستی ما با بانو زلیخا خیلی سالها پیش میخواستیم که یک ترانه دویت خونیم. چند آهنگا از طرف من پیشنهاد شد، از طرف او پیشنهاد شد، یعنی معقول نکردیم. با خلاصه در آخر زلیخا یک ترانه پیشنهاد کرد و من خیلی پسند آمد و این رو ما یک جای سراییدیم. میتونیم یک پارش اجرا کنیم؟ لا لا لای لا لای لا لای لا 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 لای لا لا لای لا لای لا لای لا 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 لای ای شروعی فصلی خوبی ناتمامی من، مهری خود جا کرده ای در جسم و جانی من. لا لا لای لا لای لا لای لا 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 لای حال دل خراب کردی، جگرم کباب کردی، با حرم سرای بینم تو عجب شتاب کردی. فراموشون معذرت. بهترین. و خیلی خاطره بسیار مستحکم داریم که نوبسته با اما تشویش‌های دیگر با باید میارید. یک شنونده و نوشته است که من از مسکو شما رو گوش میکنم و امکانیت باشد اگر هم سرودی درباره سرودی خدا با توست برای مردمی که در غربی هستند قصه کنید و چیزی برای ما از این سرود زمزمه کنید. تشکر. خدا با توست متن از استاد شاعر کمال نصرالله، آهنگ از دوران رحمتزاد. این ترانه برای من زیاد خوش آمد و اینا من در حال گرفته برای سراییدم. اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در صد بلای مبتلا مانی، تو تنها نیستی یک ذره امیدی رها با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست. علی جون، شما خودتون هم با آنچه که میخونین در متن سرود است باور دارین که واقعا هم در حالی که مثلا مردم با موسیقی و سرود هر خیلی نظر دارن، بعضی هستن که من سرود گوش نمیکنن، میگن این چیز خوب نیست. مثلا خود شما با اون متن سرودی که اجرا کردین باور دارین و احساس میکنین که واقعا در تنهایی ها واقعا شما میتونید که از آفریدگار کمک پرسین یا در حالت‌های هست که مثلا واقعا شما این چیز باوری بیشتر داشتین بودین گنالات؟
البته یگونه خدا رو باور داریم، خدا رو تکیه میکنیم، از خدا طلب میکنیم. و نظرتون نسبت به اونایی که مثلا موسیقی رو قدر خوش ندارن، شاید شما چون زیاد میگردین تمامی تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان، شاید میشنوین کسی رو یا همین گونه اندیشه به گوشتون میرسد که بعضی اصلا خوش ندارن و کسی شما رو هر کس راست دیگه اندیشه خودش دارد، فکری خودش دارد، ما مقابل گپ زدن نمیتونیم. و من میدونم، من باوری کامل دارم که موسیقی بسیار چیزی مقدس است. اگر چیزی مقدس نباشد نه هر کس صنعتکار شده میتونه. این البته استعداد از طرف خداوند است. بعد بعضی اصلا دلخوشی را خوش دارن، یعنی میخوان که وقتشان خوش باشد، ولی به هر صورت با موسیقی نظری قدر نیک ندارن و این گونه شخصان هستن، واقعا هم هستن. خب ولی به هر صورت طوری که شما گفتین این هر کس اختیاری خودش است که موسیقی گوش میکند یا نه، ولی به هر صورت حیات شما، زندگی شما با موسیقی بسیار توأم است. البته مثلا بعضی ها هستند که مثلا 60 ساله میشن بس میکنن کارا و میرون نفقه و سراینده ها اصلا این گونه نقشه ندارن، نه هم خیلی است. برای که سرود موسیقی یک چیز است که اینو بسته سین سال گذاشتن میگیرد، ذوق دیگر میشد، شاید متنای دیگر انتخاب میکنین، اسلوب دیگر، ولی به هر صورت این کارا ادامه میدین چون کسب شما. البته موسیقی همین طور است که سین سال خودش آدم تربیت میکند و سین سال علاقه اویسته اویسته زینده به زینه خودی هنرمند علاقه میفهمد که علاقه متن باید دیگر باشد. این خودش از سین سال وابستگی دارد. بودن سرودهایی که شما پیشتر خوانده بودید و حالی گوش میکنید میگید شما من این سرود خواندم؟ هستن؟ خب یک معلم بسیار عزیز داریم، شما میشناسین، Назира Улджабоева, навещан ки салом алейкум, в Советском Таджикистане песня «Республика Иман» стала своеобразным гимном страны. А сегодня это песня таджикам. Спасибо большое вам, талантливые люди. Ило ҳамеша шумо пешрав бошин. Ташаккур. Айнан хондам аз معلم Улджабоева. خب واقعا هم حس میکنید که ما با همین گونه سرودهای وطن دوستی حال هم احتیاج داریم، نیاز داریم؟ البته. برای اینکه این بسیار مهم است، نه؟ البته مهم است. برای که هر یک فرد تاجیک باید که در دلش، در وجودش همیشه غرور ملی همیشه پایدار باشد، هویدا باشد. غرور ملی همون وقت چی کند؟ در جای خود باید باشد، طغیان کنید. وقتی که بیرون از کشور میروین، کشورهای همسایه میروین، مثلا خارجه میروین، سرود میخونید، امین میگن که وقتی که شخص دورتر از وطنش میراد محبت وطن بیشتر میشه. بیشتر میشه، البته به حد زیاد میشه. و مثلا تفاوت میان محفل هایی که در کشورهای دیگر میگذارن، روسیه، نمیدونم ازبکستان، شاید کشورهای دیگر میگذارن، از محفل های ما چی است؟ چی فرق دارن؟ فرقش همین است که محفل های اونجا خیلی با یک وای خودش، با یک سمتی خودش، با یک چی خودش، و ما محفل های ما هم گنده نیست. محفل های ما مثلا سرودهای هست که شما در محفل های ما نمیسراید، این برای محفل های خارج کشور هستن خیلی سرودها. البته ترانه ها هست، ترانه هایی که مثلا از جهت موسیقی، از جهت تمزین کمتر فرق کننده است. و همین خاطر این ترانه هایی که یعنی تنظیمش کمتر یا زینه چی میگن نامشه و امروزه شرایط جوابگو است و اینا ما میتونیم که در دیگر کشورها خوانیم. عموما بعضی محدودیت‌هایی که هستن وابسته به برق و وابسته مثلا به کم شدن پول مهاجران و همین چیزها به شمار توی‌ها تاثیر میرسونه ولی جان؟ البته میرسونه. حس میکنید که کم میشوند، نه؟ و شما چیکار میکنید؟ در نرخ ارزان‌تر میرمید یا چیکار میکنید بعد وقتی میبینید که شرایط مردم قدر خوب نیست، مثلا چیکار میکنید؟ البته دیگر فهمی میکنیم. این چیز هست، نه؟ خب ببینید از زمان نورسی و همون سال نو ها، چون ما در عرفه سال نو قرار داریم، چی خاطره ها دارین؟ نورسی، سال نو، دهها، خب هر خاطره عجیب. مثلا همیشه باید من میاد سال نو مکتب که یا معلم تعلیم مهنت بابای برفی میشد یا معلم فیزیکالتورا بابای برفی میشد، مثلا زلی مکتب، ارچه، خب شوخو در مکتبای ما هر یک، نه فقط سال نو، هر یک عید و ایامی که میشد، یعنی در نوروز، در سال نو، بین صنفا کوین میشد. خب مثلا در از جهتی هم برنامه رقصی و از جهتی سرودخوانی و از جهتی گفتار و شعر گفتن و
аз ҷиҳати дониш аз дига ҳама ҷиҳатҳо кевен мешуд. онҷо аъзои жюри мебуданд, аъзои жюри мешинанд ва баҳо медоданд. шумо дар ин ҷо иштирок мекардед? бале, ман ҳар сол иштирок мекардам. ман ҳар вақте ки ози маъракаҳои тӯи мардуми Зарафшонро тамошо мекунам, бисёр аҷоиб мегузарад. яъне бо суруд, бо як анъанаҳои мардумӣ ки ҳоле ҳам ҳифз шудааст ва ҳамин чиза шумо дар минтақаҳои дигар мушоҳида кардем? қариб ки нестанд. чӣ сир аст ки масалан ҳамин анъанаҳои мардумӣ махсусан дар тӯйҳо, махсусан вақте шам меоранд ё аруса мебаранд, чӣ сир аст ки ҳамин мардум чида нигоҳ доштанд ва шумо ҳам дар ин гуна маҳфилҳо вақте ки меравед иштирок мекунед? албатта ин ман фикр мекунам ки ин сирро нигоҳ доштан аз калонсолон вобаста ҳаст ки ин чизро яъне аз насл ба насл яъне гузаронанд. вале матни ҳамун сурудҳо ба ёдтон ҳаст ягонташ? метавонед як иҷро кунед? рафтем раҳи дуро дур ёр ёр ёроне овардеми ҳоли гул ёр ёр ёроне ин гулро куҷо монем ёр ёр ёроне дар ҳавли мирзогул ёр ёр ёроне. ин чизо буд. баъд бисёр чизои вай буд, маъмулӣ буд бисёр ва либосҳои махсусе ки ба домод мепӯшонанд, салаву бале. шумо ҳамин гуна тӯй шуда будед вақти оиладор шавед? не ихе шуда сала набаста будед? не сала бастагӣ будану лекин дар дарони маърака мо саларо гирифтем барои он ки не вақте ки домод меравад, вақти арӯс овардан онҷо чапон мепӯшонанд, миён мебанданд, сала ина аз хонаи арӯс мекунанд. бале. хуб баъд пас аз он вақте ки мо арӯса гирифта меомадем аллакай он чизҳоро мегиранд. ки мегирад? шумо худатон мебароред? не ва ё мебарорем махсусан ҷуроҳои домод ё ки ва ё мегиранд бо хона миёранд. бале. бисёр хуб. хуб, бубинед дар мавриди ҷоизаҳо мо наздик омадем ба ҷоизаи Tarona Music Award ва шумо чанд сол аст ки дар ин ҷоиза иштирок мекунед? ба назари шумо ҳамин гуна ҷоизаҳо, ҳамин гуна озмонҳо умуман ба овозхонаи ҷавон, умуман ба овозхонҳо чӣ медиҳад ва оё барои рушди санъат, ҳунар таъсир мерасонад? албатта ин барои ҳунарманд як вай мешавад, мотиватсия мегӯда, чӣ мегӯд? бале, таҳрик медиҳад ва барои пешравии ҳамон ҳунарманд зиёд роли калон бозӣ мекунад. ва ман хушбахтона аз соли 2005 дар маросими ҷоизасупории суруди соли Азия плюс ман фаъол ҳастам. хуб, як шунавандаи мо навиштааст ки ман ба валиҷон комёбӣ мехоҳам. дар тӯи арӯсии ман ин як бону аст. 13 сол пеш навишта будааст шумо иштирок карда будед. дуруст навиштааст? шояд шумо хеле шуд рӯи саҳна ҳастед, не? аз соли 2002 23 сол мешавад. бале, ин нафар навиштанд ки оё масалан шунидааст ки нархи тӯйҳо барои шаҳру барои деҳаву ноҳияҳо фарқ мекунад. ин воқеан ҳам хел аст? яъне шумо вақте ки ба шаҳр даъват мешавед нархи тӯй дигар хел аст, ба ноҳияҳо дигар хел, ба деҳаҳо албатта дигар хел. ҳамин тавр? ман фикр мекунам ки мавзӯъ ӯ қадар мавзӯи вай нест. қадар мавзӯи чӣ нест. ба ҳар сурат бози ман ҳис кардам ки кормандони андоз гӯш карда истоданд. барои ин биёед ин мавзӯъро иваз мекунем. рост мегӯед. хуб, мо ин мавзӯъро иваз мекунем ба хотире ки кормандони андоз, шумо агар шабакаи дигари радиоӣ гӯш кунед, ҷудам барномаҳои нағз аст. хуб, умуман нигоҳи шумо ба номҳои саҳнавӣ чӣ гуна аст? ном, баъзеҳо ном мегузоранд, лақаб мегузоранд барои худашон, ник мегиранд барои саҳна номҳои худашон. шояд шумо масалан номи асосии худатон истифода намебаред, ам хел нест? номи ман яъне дар ҳуҷҷатҳо яъне дар шиносномаам Абдувалӣ аст. Абдувалӣ Азизов аст. кормандони андоз Азизов Абдувалӣ. ба ҳамчун ҳунарманд банда ки мана ҳеҷ кас Абдувалӣ намегуфт, зеро ки ном дароз аст, аз ҳамин хотир бошад валӣ мегуфтанд ё ки валиҷон мегуфтанд. баъд ҳамин дар хуҷанд ки фаъолиятат оғоз кардем, онҷо хуҷанд чӣ хел ҳамашон лаҳни зебо ҷонҷон гуфта гап мезананд, ба ҳамин валиҷон шуда мондем. лекин шумо қадар меҳрубонанд, шумо онҷо наистодед, душанбе омадед. нехочиба 20 сол ман онҷо будам.
20 سال در خوجند بودم. خب اونجا در هیئت گروه‌ها هم اشتراک کردین و ببینین جداشوی گروه‌ها و پراکنده شدن گروه‌ها در تمام دنیا هست و ما هم داریم همین گونه گروهایی که یک وقت جا بودن و جدا شدن. عموما چی است سبب اساسی جداشوی؟ هر کس میخواد آزاد مستقلانه فعالیت کند یا که چیزی رو تقسیم کردن نمیتونین در گروه‌ها و برای همین گروه‌ها پریشان میشن؟ یا این یا آن. یعنی هر دوش هست. واقعا همین جوابی است که قناعتمند کننده است و فکر میکنم بسیاری همین جواب انتظارم بودین. واقعا هم بعضی فکر میکنن که شهرت پیدا کردن مشهور شدن خیلی آسان است و این شنونده ما همین پرسیده است که واقعا هم چی است سیر شهرت پیدا کردن و بعد اون که شهرت یار میشوین شخص خیلی یا چی کارها رو باید انجام بدهد که تا این شهرتش پایین نرود؟ تشکر. شهرت یافتن بسیار مهنت زیاد طلب میکند و او را باز سالهای طولانی نگاه داشتن باز زیادتر مهنت طلب میکند. فقط مهنت. بله. خب شنونده دیگری ما نمیشه است که شما خودتون از سرنده‌های جوان کی رو گوش میکنید، به هنری کی احترام دارید، به نظر شما کی زیاد مهنت میکند؟ فاروق حسنوف بسیار تالنتی نغز است. مهنتش بسیار است. بهترین از فاروق. خب گفتید که 20 سال در خوجند بودید و اکنون در فضای جدید دوشنبه و چی تفاوت احساس می شود ولی جان؟ کجا موافق تر است و کجا مشکلی بیشتر دارد؟ شاید مشکلی در همه جا هست. من علاقه فکر میکنم که همه مشکلی ها پسی سر شد و تفاوت چی است میانی فضای جدید در خوجند، در ولایت سوخت، فضای جدید در دوشنبه، در مرکز؟ البته دوشنبه تفاوت باز زیادتر است، یعنی از جهت امکانیت گفتن است. امکانیت بله وسیع‌تر است. بله. خب در مورد نگاه داشتن سرودها و اصلا اکثریت سرنده‌های جوان در مورد خزینه طلا نگاه داشتن سرودهاشون در خزینه اونقدر فکر نمیکنن. مثلا برای اینکه اونجا یک پروسیدور مخصوص دارد برای وارد کردن. شما درباره این چیز فکر میکنید و به نظر خودتون کدام سرودها ارزنده اون است که در خزینه طلا نگاه داشته شوند؟ از سرودهای خودتون؟ از سرودهای خودم ترانه مادرم، ترانه وطن، ترانه علا شاداب، ساحل ها، ترانه تاجیکم، همین ترانه ها. بله. خب بیاید در مورد پرودوسر ها صحبت میکنیم. عموما واژه پرودوسر در شو بیزنس بسیار رایج است. عموما به اندیشه شما پرودوسر چی کار را باید انجام بدهد؟ و چون شما با شو بیزنس شاید منطقه و جهان هم آگاهی داشته باشین، کدام کاری هست که مثلا مال پرودوسرهای ما اصلا اون رو انجام نمیدهند؟ ما با پرودوسر نیست که یعنی که شما فکر میکنید ما نداریم خرید؟ ما نداریم پرودوسر کی اینجا؟ نمیدونم بعضی‌ها در صحبت‌ها مثلا در بعضی محفل‌ها میگن که پرودوسر نیست. ما با پرودوسر وجود ندارد. یعنی پرودوسر اون آدمی که پولش کلان، هنرمند میگیرد، تالنتش میره، تالنتش زور، از جوانیش میگیرد، تربیت میکند، شرطنامه میکند، از حساب وای پول میخورد، پول کار میکند، پول ولجید میکند و اول سرمایه گذاری میکند، بعد از پشتی وای کار میکند. اما ما پرودوسر ما پول کجا دارد؟ ما پرودوسر نه، توی گیره وای ادمنستراتور است و ادمنستراتور برای توی و معرکه و کنسرت و این چیزا گرفتن. وای آدم پرودوسر نیست، وای ادمنستراتور. وای بعد این با پرودوسر ما حساب پولی حافظه کارو پیش میبرند. یعنی از پرودوسر باید که پولی خودش کسی خودش وای کند، صرف کند. شما هیچ وقت این گونه وظیفه را در گروهتون نداشتین؟ نه ما پرودوسر هم خودمون، حافظ هم خودمون، همش خودمون. این زیان ندارد که مثلا در یک کشوری که شو بیزنس در حال رشد است، نفران خیلی زیاد در این ساحه کار میکنن، ما نداشته باشیم یگان پرودوسر؟ این بد نیست؟ این البته بد است. چیکار باید کنیم؟ این کجای تیار میشود؟ مخصوص فاکولته هست که پرودوسر رو میخونن یا چه تیار میشن پرودوسر پول میگیرد، ولجید میکند، مخصوص کمانده میسازد، کارو پیش میبرد، همش رو پول باز میکند. من فکر میکنم پولم در کار است، لیکن به صورت باز در شو بیزنس بعضی یکم اول تالنتی زور، البته اول تالنتی زور با پول.
استعداد کلان. خوب بعد پول کلان. بله خب ببینید در مورد آن که شما پول و گفتین ببینید اکثریت استخوان‌های امروز ما هنرمندان بسیار معروفی گذشته مثل از هنرمندان گذشته مثلا احمد ظهیری و اینو خراجات زیادتر دارن ولی سری محبوبیت در چی است که ببینید چندین سال از گذشتن احمد ظهیر میگذرد ولی هم سروداش مثلا مورد توجه است گوش میکنند و میخوانند و اجرا میکنند. اكو احمد ظهیر با مانند احمد ظهیر استاد جورابک مرودوف اینها نابغه هستند. استاد کرامت الله قربانوف اینا هنرمندایی هستند که هنرمندای نابغه تاریخی. از میان هنرمندان داد. امروز ما کسی هست که میگه مکتب خودش داشته باشد مثل استاد جورابک، اودین هاشم، نمیدونم عبدالله نظری. از میان هنرمندان جوانی ما امید هست که کسی همین گونه صاحب مکتب میشود. البته میشود. کی مثلا؟ حوز من چی گفتم نمیتونم. حتی نام خودتون هم نگفته ایستادین. خب ببینید اکثریت استخوان ما تاریخ اینترنت محبوب میشوند. سروداشون اونجا میگذارند و سالهای پیشتر همین کار تلویزیون میکرد. ولی کم مثلا تلویزیون دارین و نظر شما چی است که واقعا نقش تلویزیون و رادیو برای رشد یک هنرمند تا کدام اندازه مهم است؟ البته مهم است که حوز برای همین هنرمندایی که حاضر فعالیت آغاز کردن برای اینها بسیار آسان است. اینترنت عصر 21 یک تلفن میگیرد تلفن قطعی مثلا یک ترانه میخواند یا یک کلیپ میکند یا یک سرود میخواند مردم اگر یک قبول کی کرد میبینید که الکی او زیوزه است. دوره ما کلیپ میکردیم سال 2001 2002 اونجا یعنی همه چی با تلویزیون و رادیو وای بود وابسته بود. بعضی اگر سرودها رو در تلویزیون پخش هم نکنند با واسطه اینترنت شخص میتونه مشهور شود. و هیچ دیگه فوجیه نیست که سرودایش رو پخش میکنن یا نمیکنن این دیگر مهم نیست. نه اكو نه اكو مهم هست این چیزو لیکن در امروزه شرایطی که اینترنت برای همه دسترس است انکه بینید که حاضی بلاگرها چقدر شهرت دارن. این حسابی که برای همه دسترس است. اینترنت همه چی دسترس کرده. خوب و در مورد اشتراک در جایزه ترانه میوزیک اوارد چیزی بگوین و مردم چی رو انتظار میشد و چرا مخلصان ولی جان عزیز باید در تالار باشند؟ تشکر. ما همه مخلصان رو به روز 13 ساعت 17 در تالار فیلارمون دولتی تاجیکستان به نام یک شریف جوریف انتظار هستیم. اونجا همه هنرمندا در برنامه ترانه میوزیک اوارد یعنی جایزه سپاری از پلوس اشتراک میکنن و ما اونجا ترانه من تاجیکم رو میسراییم. خوب بهتره. اینجا ما شنونده گفت که در توی من خدمت کرده بودین و ولی من 3 فرزند دارم نوشته است که هم سرودی من عاشق تو هستم رو زمزمه کنید و بعد با این سرود برنامه‌تون رو جمع بست کنید. گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم من فقط تو و با تو بودن و عشق تو میدونم انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم من برای تو قصه های دل عاشقی میخونم انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم من برای تو قصه های دل عاشقی میخونم. بهترین تشکر میگم ولی جان امیدوارم که صحبت خوب داشتیم و ثبت این صحبت در یوتیوب روزهای نزدیک بیننده‌های ما مخلصان ولی جان عزیز میتونن تماشا کنن. برای شما موفقیت میخوام برای کار. سلامت باشید. امیدوارم که صحبت اولین آخریمون نباشد و ما بعدتر باز با ترانه‌های نو با پیشنهاد نو البته در افیر صحبت کنیم و سرودهای شما رو معرفی کنیم. تشکر. زنده باشید. زنده باشید. شما عزیز ما با ولی جان عزیز صحبت داشتیم. هرچی که شما نوشتید من پرسیدم هرچی که سوالایی که از جانب من بود پیشنهاد شد و امیدوارم صحبت جالب بود.